نوای نی، برنامه شماره 18. نویسنده محمود شاهرخی، اجرا کنندگان فیروزه امیرمعز، رضا معینی. این برنامه با همکاری محمد موسوی و محمد گلریز تنظیم شده. صدا برداران ایرج فهیمی، علیرضا فهیمگشبان. تهیه کننده برنامه مهدی سدیفی. نوای نی. بشنو از نی چون حکایت می کند و از جدایی ها شکایت می کند، کز نیستان تا مرا ببریده اند، از نفیرم مرد و زن نالیده اند. به نام آن ذات یگانه که نور آسمان و زمین است و موجد هستی و رب العالمین، و با درود گرم به همه برگزیدگان و پیامبران عظام و مخلصین و اولیاء کرام، دیگر بار با نای شورانگیز و جان پرور مولانا دمساز آمده نوای نی را آغاز می‌کنیم و از خداوند که ملهم ثواب است عاجزانه خواستاریم که از لغزش و خطا مصونمان دارد و به طریق صلاح و سداد رهنمونمان باشد. لذت انعام خود را وامگیر، نقل و باده جام خود را وامگیر. گر بگیری کیست جستجو کند، نقش با نقاش چون نیرو کند. امروز بران این که هرچند به اشارت و اختصار درباره عظیمترین صفت و بزرگترین فضیلت مردان خدا، یعنی صفت اخلاص، سخن گوییم و کیفیت آن را به اجمال بازنماییم. اخلاص عبارت است از خالص ساختن قصد و اندیشه از غیر خدا و پرداختن نیت از ماسوای او. پس هر عمل و عبادتی که قصد در آن بدین حد و پایه نرسد از اخلاص عاری است و از شائبه ریا مصون نمی باشد.
هرچه جز عشق خدای احسن است، گر شکرخواری است آن جان کندن است. رسیدن بدین مرتبه و مقام میسر نیست مگر آنکه آدمی با سعی و مجاهدت پا بر سر همه خواهش‌های نفسانی گذارد و دل و اندیشه خویش را تنها مشغول و متوجه افعال و صفات حضرت حق سازد تا انوار جلال و عظمت ربوبی بر ذهن و اندیشش تابیدن آغاز کند و محبت و انس پروردگار در وجودش متمکن گردد، بدانسان که وجودش از کلیه شوائب پاک و منزه شود تا بدان حد که در دار وجود جز ذات باقی حق دیاری را مشاهده ننماید. ای خدای قادر بیچند و چون، واقفی بر حال بیرون و درون، قطره دانش که بخشیدی ز پیش، متصل گردان به دریاهای خویش. باید دانست که اخلاص مقامی بس رفیع و مرتبه و جایگاهی بسیار منیع است که دسترسی به این اکسیر اعظم همگان را به آسانی میسر نیست و هر آن کس که بدین مرتبه والا و جایگاه علیا نائل آمد و توفیق وصول به چنین مقامی را یافت، به نعمت عظما و موهبت کبرا رسید و در بزم قرب منزل گزید. گدای کوی تو از 8 خلد مستغنی است، اسیر قید تو از هر 2 عالم آزاد است. رسول گرامی اسلام فرمود: هیچ بنده‌ای نیست که 40 روز عمل خود را از سر اخلاص و تنها برای خدا انجام دهد مگر آنکه چشمه‌های حکمت و دانش از دل وی بر زبانش جاری شد و در درون خیش صدای خدا را شنید. اولیا را در درون هم نغمه هاست، طالبان را زان حیات بی‌بهاست. نغمه های اندرون اولیا اولا گوید که ای اجزای لا، این زلای نفی سرها برزنید، وین خیال و وهم یک سو افکنید. ای همه پوسیده در کون و فساد، جان باقیتان نروید و نزاد. گر بگویم شمه زان نغمه ها، جمله جانها سر زنند از دخمه ها. اولیا را در درون هم نغمه ها اولیا را در درون هم نغمه ها طالبان را زان حیات بی بها،                                                                                                               ای
نغمه های اندرون اولیا اولا گوید که ای اجزای لا این زلای نفس سرها برزنید وین خیال و وهم یک سو افکنید ای همه پوسیده در خون و فساد جان باقی تا نرویید و نزاد گر بگویم شمه زان نغمه ها جمله جان ها سر زنند از دخمه ها گر بگویم شمه زان نغمه ها جمله جان ها سر زنند از دخمه ها مولانا
عظمت و اهمیت و نقش اساسی اخلاص را که به منزله نردبان کمال آدمی و عامل وصول او به معراج مقربین است، در موارد بسیاری از مثنوی شریف مطرح ساخته و در این باره سخنان شورانگیز و زیبایی بر صحیفه گرانقدر مثنوی رقم زده است. اما جالبترین و زیباترین تصویری که از اخلاص و پاک نیت و صفای سریرت به دست داده در داستان پرشور موسی و شبانه است که گمان نمی رود در آثار هیچ یک از ارباب معرفت و صاحب دلان چنین سخنان نغز و پرشوری را به دست آورد. اینک ملخص داستان را از او میشنویم. دید موسی یک شبانی را به راه، کو همی گفت ای خدا و ای اله، تو کجایی تا شبم من چاکرت، چارقت دوزم کنم شانه سرت، دستکت بوسم به مالم پایکت، وقت خواب آید بروبم جایکت، گر تو را بیماره ای آید به پیش، من تو را غمخوار باشم همچو خویش. موسی بن عمران آن پیامبر بزرگ و اولوالعزم در رهگذار چوپانی ساده دل اما شیفته و مخلص را می‌بیند که آفریدگار جهان و سر هستی را با چنین سخنان کفرآمیز مخاطب ساخته و با او به نیایش و راز و نیاز پرداخته است. موسی را استماع چنین سخنانی به خشم آورده از سر قهر خروش برمی‌دارد که ای بیهوده گو روی سخنت با کیست؟ و شبان به پاسخ می‌گوید با آن کس که مرا و این آسمان و زمین را آفریده است. زین نمط بیهوده می گفتان شبان، گفت موسی با کیستت ای فلان، گفت با آن کس که ما را آفرید، این زمین و چرخ از او آمد پدید. گفت موسی های خیره سر شدی، خود مسلمان ناشده کافر شدی، گر نبندی زین سخن تو حلق را، آتشی آید بسوزد خلق را. آن دردمند سوخته جان که از موسی این عتاب را میشنود آهی پرشور از دل دردمند برمی آورد و جامه بر تن می درد و سر در بیابان می گذارد. جامه را بدرید و آهی کرد تفت، سر نهادن در بیابانی و رفت. در چنین حال از مصدر عزت موسی را خطاب آمد که چرا آن بنده صالح و صافی ضمیر و مخلص ما را از ما جدا کردی؟ اگر نه این است که تو نقش ایصال و پیوند داری، پس از چرو این سوخت جان مشتاق را از درگاه ما راندی و دور کردی؟ وحی آمد سوی موسی از خدا، بنده ما را چرا کردی جدا؟ تو برای وصل کردن آمدی، نی برای فصل کردن آمدی. هر کسی را سیرتی بنهاده ایم، هر کسی را اصطلاحی داده ایم. ما بری از پاک و ناپاکی همه، و از گرانجانی و چالاکی همه. من نکردم خلق تا سودی کنم،
بلکه تا بر بندگان جودی کنم. چون موسی این خطاب عتاب‌آمیز را شنید، سر در پی چوپان نهاد و مژده عنایت خاص بدو باز داد و او را گفت در پی هیچ آدابی و ترتیبی مباش و آنچه را که دلت خواهان آن است بر زبان جاری ساز. هیچ آدابی و ترتیبی مجوی، هرچه میخواهد دل تنگت بگو. آنگاه مولانا با بیانی که از شدت تأثیر و نفوذ به سرحد اعجاز میرسد اصالت اخلاص را شرح کرده میگوید که خداوند متعال ناظر به نیت و قلب آدمی است که جوهر است، نه به گفتار ظاهر که به منزله عرض میماند. پس باید عرض را که فاقد قوام و اصالت و بقاست رها کرد و به جوهر پرداخت. دریغا که در این مختصر مجال آن نیست که از این داستان که هر بیت آن به مثابه گوهر گرانبهاست بیشتر بهره گیریم. خوشتر آن است که خود سخن مولانا را بشنویم. چند از این الفاظ و ازمار و مجاز، سوز خواهم سوز با آن سوز ساز. آتشی از عشق در خود برفروز، سر به سر فکر و عبارت را بسوز. موسیا آداب دانان دیگرند، سوخت جان و روانان دیگرند. گر خطا گوید ورا خاطی مگو، گر شود پر خون شهید او را مشو. خون شهیدان را ز آب اولاتر است، این خطا از 100 ثواب اولاتر است. آتشی ازش در خود برفروز، سر به سر فکر را عبارت را بسوز. موسیا موسیا آداب دانان دیگرند، سوخت جان و روانان دیگرند. یا
گر خطا گوید ورا خاطی مگو، گر شود پرخون شهید او را مشو. خون شهیدان را ز آب بالاتر، این خطا از صد ثواب اولاتر است. این خطا از صد ثواب اولاتر است. آری حضرت حق که عالم به خفیات امور و آگاه به سرائر است، با درون و دل و اندیشه آدمی سر و کار دارد و ناظر به میزان اخلاص و صفای نیت است. هرچند ظواهر اعمال با معیارهای متداول و معمول منطبق نباشد. چه بسیار افرادی که در علم و از نظر دانش در مرتبه و مرحله بس رفیع و والا قرار دارند، اما آنگاه که درجه اخلاص و میزان صداقتشان را به معیار آزمون و محک تجربت بیازمایند، سیه روی آنان چونان سکه های قلب ظاهر و آشکار شود و سوء نیتشان بر همگان پدیدار گردد و آنان را نزد خداوند ارزش و مقداری نباشد که او اعمال را بر مبنای نیت و بر اساس اخلاص میسنجد. ناظر قلبی مگر خاشع بود، گرچه گفت لفظ ناخاضع بود. زان که دل جوهر بود گفتن عرض، پس طفیل آمد عرض جوهر غرض. آری ای عزیز، چنان که پیش از این گفتیم، اعراض را قوام و استقلالی نیست. پس اعراض را واگذار و دل در جوهر که همون صدق و اخلاص است ببند تا در پیشگاه حقیقت سربلند و رو سفید باشی. طاعت آن نیست که بر خاک نهی پیشانی، طاعت آن نیست که بر خاک نهی پیشانی. صدق پیشار که اخلاص به پیشانی نیست. ای دوست، با همه وجود گوش دل بدین کلام امام علی سپار که فرمود: چندان در بند بسیاری عمل نباشید، بلکه در قید آن باشید که عمل به درجه قبول رسد.